دوم جلسه دوم خوش آمدید. خب این جلسه خیلی جلسه پرپیمونه دیگه. گفتم دادتون میره هوا، داد سر و اینا داستان داره. آقا اینجا براتون یه چیزی نوشتم، خیلی چیز باحالیه نه؟ این سلسله مراتبه. خب مثل سلسله مراتبی که تو جغرافیا میخونیم، این مثل همون، اما توی حقوقشونه. این توی حقوقشون که اول بخش، بعد شهرستانه، بعد شهرستان مرکز استانه، یعنی این به بزرگ. آره اینو چون خیلی بچه مشکل داشتن خواستم براتون بنویسم. بخش شهرستان و شهرستان مرکز. آقا براتون من انواع دادسرا رو نوشتم، محل تشکیلش نوشتم، کجا باید تشکیل شه رو نوشتم، اگر تشکیل نشه کی میره کجا رو نوشتم. تو فقط چیکار کنی؟ سابسکرایب، لایک، زنگوله. تو کامنت هم گذاشتی که دارم حرفتت گرم. آره اینو حتما دقت کن. خودتونم میدونید که چقدر از دادسرا توی هم امتحانات هم توی آزمون سوال میدن. حالا هی من بگم هی شما این ویدیو رو سرسری نگاه کن. انواع دادسرا آقا ما اومدیم گفتیم دادسرا کیه، چیه، فلانه، بیساره. این انواعش هم میگم، بعدش کارکناش هم بهت میگم. اگه برای سوال شده دادستان کیه، بازپرس کیه، دادیار کیه، کی اونا رو بعدی بهت میگم. خب انواع دادسرا. اولین دادسرای ما دادسرای عمومی و انقلابه. خب انواع دادسرا. اولین دادسرای ما دادسرای عمومی و انقلاب هستش که کجاها تشکیل میشه. این کجا تشکیل میشه؟ یک دماری از روزگارتون در میاره. یک دماری از روزگار شما در میاره. من اینجا همه رو تو هم نوشتم. خب شما ولی برگه بذارید، من آروم آروم براتون توضیح میدم، بنویسین. خب متاسفانه ما اینجا امکاناتمون کم، بعد توی تابلو همه چی جا. آقا دادسرای عمومی و انقلاب خب توی شهرستان مرکز استان، یعنی اینجا، یعنی بزرگترین شهرستان مرکز استان و همه شهرستان‌های دیگه تشکیل میشه. خب اما توی بخش ایناش که کوچکترین هست تشکیل نمیشه اصولاً، مگه اینکه رئیس قوه قضاییه تشخیص بده که اونجا نیاز داره. پس چی شد؟ دادسرای عمومی و انقلاب معمولا توی همه جا هست، توی شهرستان هست، شهرستان مرکز هست، اما توی بخش نیست، اما به شرطی که رئیس قوه قضاییه موافق باشه یا مخالف باشه. اگر اون موافق باشه توی بخش هم تشکیل میشه. دادسرای نظامی رسیدگی به جرایم افراد نظامی رو داره، خودش داره میگه آقا من رسیدگی دارم هم به جرایم افراد نظامی. کجا تشکیل میشه؟ شهرستان مرکز استان، یعنی توی اون بزرگترینه تشکیل میشه. خب پس دادسرای نظامی توی شهرستان و بخش تشکیل نمیشه، توی بخش که اصلا تشکیل نمیشه. یعنی یه خط بکش روی بخش اینجوری به هیچ وجه من الوجوه. ولی توی شهرستان ممکنه باز به نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شه و اگه تشکیل بشه بهش میگن دادسرای ناحیه. آخ یه حالی باش از شما میگیرن با این دادسرای ناحیه تو آزمونا. هی میسن دادسرای ناحیه دادسرای ناحیه. ولی هی بگو دادسرای ناحیه چیه؟ دادسرای ناحیه چیه؟ دادسرای ناحیه. این دادسرای ناحیه. این خب مورد سوم دادسرای دیوان عالی کشوری که فقط تو تهران تشکیل میشه. دادسرای ویژه روحانیته که در برخی از مرکز استان تشکیل میشه. توی ماده 9 آیین نامه گفته که کجا هست. اینا نگاه بندازیم بهش.
ببینید دادسرای تخصصی، دادسرایی که در معیت دادگاه عمومی انقلابه، مثلا دادسرای تخصصی یه کاری دارن جداش. تخصصی در معیت گزینه عمومی انقلابه، این هم گزینه یک که گفتم دیگه توی شهرستان و مرکز تشکیل میشه. تو بخشم اگر صلاح ببینم. بعدی هم دادسرای نظامی زمان جنگه. اینو با دادسرای نظامی اشتباه نگیرین، این دادسرای نظامی زمان جنگه که در مرکز استان و مناطق عملیاتی و هر جایی که نیاز باشه تشکیل میشه تو زمان جنگ. و اینکه چجوری تشکیل شه و کجا نیازشن به فرمانده کل قوا دستور تشکیلش رو میده. خب حالا اگر جایی نظامی زمان جنگ نبود میره کجا؟ میره دادسرای نظامی مرکز استان، یعنی میاد اینجا. نگاه میاد اینجا. ایزی پیزی جپنیزی. بحث دیگم زیباست نه؟ میدونم من پشماتون ریخته یه بار با چند میرسم یه بار با راستم نگو پشما. بگو چه جالب. آقا کی توی دادسراست؟ با راستم کی تو دادسراست؟ دادسر اصلا دست کیه چیه چطوره؟ ما دو جور کارمنده. میگم دو جور کارمنده، دو جور آدم داریم توی اینجا دادسر. یا کارمند اداریه یا مقام قضایی. کارمند اداری مثل منشی و مدیر دفتر و کسی که بایگانی میکنه پرونده و اینا. مقام قضایی که بحث ماست میشه کی؟ میشه دادستان، مقام تعقیب، بازپرس، مقام تحقیق. ما این جرما داریم که حتی اگر شاکی خصوصی نباشه دادستان به جای مدعی العموم دعوا رو شروع میکنه و شکایت میکنه. پس شد این مقام تعقیب، این شد مقام تحقیق. و معاونان دادستان دادیار که اینا خیلی جالبن. معاونان دادستان و دادیار جان دقیقا وظایف دادستان دارن. جانشین دادستان هم تو وقتی که اوشون غایبه و دقیقا وظایف اینا رو دارن. و اول معاون دادستانه بعد دادیار. یعنی اگر دادستان نباشه معاون دادستان میره، اگر اینم نباشه دادیار به خدمتتون میرسه. عجیب بود نبود؟ دادسرا جلسه دوم خیلی راحت هم شد. به نکته‌ای که میخواستم بگم رسیدم. خدا رو شکر گفتم بهتون دادسرا چیه، کیه، کی توش کار میکنه، کجا تشکیل میشه، اختلاف میان بازپرس و فلان اینا زیاد صحبت کردیم. من خواستم مبحث بعدی رو شروع کنم که میشه مبحث تعقیب و اصلا اصل داستان دادسرا این کاراش از این موضوع شروع میشه. اما اگر بخوام تعقیب رو شروع کنم که یه داستان مفصلی و یه لقمه خیلی بزرگه. حالا و هستم خدمتتون. واسه همین برای اینکه بحثمون نشکنه و شما هم توسعتون سر در حال جلسه اول هست به همینجا بسنده میکنیم و به نظرم کافیه. جلسه بعدی میخوام راجع به تعقیب بگم و وظایف دادستان و کارهایی که کرده و اصلا ما چرا باید تعقیب کنیم و چجوری باید تعقیب کنیم. خیلی صحبت داریم ما هم، خیلی کار داریم ما هم و خیلی خفنیم.
خیلی دوستتون دارم، مخلصتونم. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. ویدیوها رو نگاه میکنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و پیج اینستاگرام بندرم که امیدوارم که فالو کنید و ببینید. اونجا هم کلی نکته حقوقی و نکته های خانوادگی و کلی دیگه ما سرمون شلوغه دیگه، تو فضای مجازی هستیم و میچرخیم و براتون اطلاعات میذاریم برای اینکه شما حقتونه که هم از حقوق اولیتون آگاه باشید، بدونید چه حقوقی دارید، همین که بتونید از آموزش‌های رایگان استفاده کنید. و باز هم دارم میگم توی این ویدیو تشکر میکنم از استادای عزیزم که بودن، تعدادشون زیاده، نمیتونم نام ببرم چون این صحبته که میکنم اقتباس از صحبت‌های همشونه که من مجموعه جزوه‌ای رو گردآوری کردم و دارم از روی اون درس میدم. تشکر میکنم. اگر اونها نبودن و این آموزش رو به من نمیدادن، من هم الان اینجا نبودم. ان شاءالله که همیشه سرشون سلامت باشه و دم شما هم گرم دیگه. صحبتی نیست تا دوشنبه هفته دیگه رأس ساعت 6 اگر عمری بود و زنده موندیم خدمت میرسم.